روز بخیر دوستانم. امیدوارم که خوب هستید. ادامه است. خواستیم امروز اطراف یک موضوع صحبت کنیم که بسیار داغ روز است. در هر کار کوچکی که ناآمد می شود، تمامی کار، چی تجارت است چی یگان کار دیگر است، ما زود ناامید می شویم، اما فکر نمی کنیم که یک مصیبت کوچک به خود یک خوشبختی کلان می آورد. اما دلیل رفتیم 10-15 نفر تجارتچیان یعنی بیزنسمن ها برای بار رفتن. زمانی پیش سامالیات نبود، پویز و قطاره و دیگر چیزها نبود، با کشتی می آوردن. همه بار رو گرفتن، در کشتی بار کردن، آمده ایستادن. ناگه ناآرامی می شود و کشتی این طرف و آن طرف بار خیلی زیاد بود. سربان یعنی کپیتانی آن می آید می گوید که صاحب کاران، قسماً بارهایتان را خالی کنید، زیرا وقتی که با سامان نگاه میکند این طرف میگوید که طوفان شدید ما را انتظار است، به این خاطر قسم بارهایتان را خالی کنید. که روزی می شود کدام بیزنسمن بین خود در وغر وغور می درویند، میگه دیگر علاج نیست، خالی کنید قسم بارهایتان را. ناگه چشمشون به یک صاحب کار خردکک جوان می افتد. او باری اول برای بار آمده است، باری اول، و اینقدر بار را زیاد آورده است که باری اول گفته. بعد میگویند که تو، ما هر بار میگوییم چیزی نشد، اما تو نو آمدی، تو بارهایت را خالی میکنی، تو بار زیاد آورده. او میگوید که سربان، کپیتان، او چیزی بگوید، اون حقی که من اینها دادم، من هم همون پول را دادم. اما کپیتان میگوید که از دستم چیزی نمیوید، بین خود حل کنید، من رو بیگانه نبینید. یا نه، خالی کن بارهایت را، خالی کن. سرکشی میکند، جنگ میکند. همین طریق هم بارهایش را هم خود جوان را به آب میپرتویند و میگویند که هیچ کس ندیده است، این را کسی ندیده است. میروند، بارهایش غرق میشود. علاج کرده دست و پا زنان یک چوبی را می‌یابد، روی چوب به یک جزیره می‌افتد. در جزیره کسی نیست، می‌دود این طرف، می‌دود آن طرف تا کمک طلب کنم چیزی دیگر، اما کسی نیست. جزیره بی آدم. امیدش رو میکند. بعد همونجا یک کپه میسازد، از میوه و دیگر چیزها استفاده برده خورده علاج کرده روزش را میگذراند. روز هفته ها میگذشت. روزی در بلندی نشسته است که نگاه میکند که کپش آتش گرفته است. یک شمال می آید، از کجا یک لخچه را می آید، کپه که چند روز با چه عذاب و مشقت ساخت آتش میگیرد. دوان نزد کپش می آید و ایمان ضعیفی میکند. بعد دوزانه میشیند و میگوید خدایا، گریه میکند میگوید خدایا، از کشتی پایانم کردن، قریب بود که غرق شوم، بارهایم غرق شد، در یک جزیره تنها هم، یک کلبه داشتم، همین را هم سوزاندی. گویان ناامید بود. همین طریق از گریه خوابش میبرد. صدای آدم ها می شود، می خیزد، نجات یافته است، کشتی اومده است. وقتی که او را می گیرند، بعد به یادش می رسد، می گوید ایستید، شما از کجا فهمیدید که من اینجا هستم؟ بعد میگن اگر آتش نمی زدی ما نمی فهمیدیم، آتش زدی، دودی همان را دیده، دودی آتش را دیده آمدیم. همینطور. اما سربانی او، کپیتانی اون کشتی میگوید که این باز از همون کشتی غرق شده نباشد. چند هفته پیش کشتی که با تجارتچیان غرق شده بود، همه هلاک شدن، از همون کشتی نباشه گویان.
سوالش میدیم. در همینجا قصه باید به آخر میرسد. که یک مصیبتی خورد و خود یک خوشبختی کلان میآورد در هر کار. این را باز چندین پهلوها دارد. هر کس با فکر خود میفهمد. میگفت گر تیغ عالم خیزد بر سر تو، گر تمام تیغ عالم بر سر تو خیزد، نبرد یک ریگت گر خدای نخواهد. به این معنا میگفت که قصه ها رو نقل میکنیم تا در زندگی برای شما یک نقطه هم باشه، چیزی رو بفهمانم. اما تشکر میخوانیم از آن ما اعلان کردیم که میخواهیم که کتاب ها رو، کتاب مثنوی معنوی رو اودیویی و ویدیویی کنیم. چی در ماشین گذاشته گوش کنن، چی در خانه ویدیویی تماشا کنن. بسیاری مردم سرکار هستند، وقتی کتابخانه ندارد. با این خاطر ما اودیویی میکنیم. 101 قصه از مثنوی معنوی، یک دیسک میشه، یک فیته که مردم از اون استفاده برد. همه قصه های روز هستند، روزگاری که برای ما مهم است، از بزرگان خودمان هستند. و دوم فیته درباره زنها بود که خوشبختترین زن در عالم. تشکر میخوانیم که این یک خرج زیاد بود که بر ما کمک کردید. ما اعلان کردیم همگی 11,000 روبل روسی 11,000 روبل روسی جمع شده است. اگر به سومانی گردونیم تقریبا از 1,500 سومون زیادتر. اگر که به دلار تبدیل دیم تقریبا 200 دلار هم نیست، 100 و چند دلار می شود. همین قدر جمع شد. تشکر میخوانیم که بی‌طرف نبودید و الان ادامه دارد. نفرانی که اگر که میخوان که در این کار خیر دست بزنن، یک نقطه هم باشد، مقصد یک جا بشه، ما میتوانیم یک کار رو انجام بدیم. ما که با دیگر کارها مشغول هستیم، نقشه و کاری ما درباره تاجیکان است. ما یک فیلم آماده داریم که تمام مصرف ما آنجا است. این طرف دستمان نمیرسد، یعنی دستمان میرسد و مالی ما نمیرسد که بعد به آن دیگر نفران خواهش کنیم که تا که ما با دیگر کارها مشغول شویم، آنها گرفته برای ما منتج کرده و آماده کرده. بعضن استودیو مبلغ و خرج زیاد است. خواهشمند باشد کسی در این کار خیر همراه بشود. مرامت رقم ها اینجا هست، میتوانید که با ما باشید در این کار خیر. خیر نمیدونم هیچ چند قدر مردم از او استفاده میبرد که یک نقطه هم باشد سببیتش بر ما هم میرسد، چون مقصد ما همین است که فایده بر جامعه آوردن. تمام. خداحافظ تا برنامه های دیگر. خود را احتیاط کنید.